توی دنیای گرافیک گاهی نیازه که متن‌ها رو به صورت جذابتری نشون بدیم که شما میتونید به صورت حرفه‌ای توی نرم افزار فتوشاپ، ایلاستریتور یا سایر نرم افزارهای گرافیکی که این قابلیت رو بهتون میدن تا متن‌ها رو به صورت جذابتر، سه‌بعدی‌تر و گرافیکی‌تر حالا به صورت حرفه‌ای به نمایش در بیارید این کار رو انجام بدید. اما گاهی ممکنه که به خاطر محدودیت‌ها به سیستم دسترسی نداشته باشید یا سیستمتون ضعیف باشه. میتونید از سایت textpro.me استفاده کنید که این قابلیت رو بهتون میده تا به صورت آنلاین با توجه به استایل های پیشفرضی که در این سایت آپلود شده بتونید طرح دلخواه خودتون رو انتخاب کنید و بعد از انتخاب کردن طرحتون متن دلخواه خودتون رو با اون حالا تمی که انتخاب میکنید تغییر بدید. به عنوان مثال من این طرح رو انتخاب میکنم، حالا حالتهای مختلفی داره که شما میتونید ببینید. متن هری پاتر رو داره و خیلی متن‌های متفاوتی داره که شما میتونید استفاده کنید. مثال من از این متن استفاده میکنم. میگه که متن خودت رو داخل این باکس بنویس. من لیموجی فیکس رو مینویسم و گو رو میزنم. چند لحظه صبر کنید تا این پردازش انجام بشه و متن شما ساخته بشه. زمانی هم که ساخته شد به راحتی میتونین از این حالا تصویر هر جایی که دوست داشتین استفاده کنید. استایل های متفاوتی داره و میتونید توی دسته‌بندی های مختلف ازش استفاده کنید. این واترمارک کوچیک هم این پایین انداخته که میتونید اون رو حالا با هر نرم افزاری که دوست دارید بیاید چیکار کنید بچه‌ها، پاک کنید. این هم تصویری هستش که من ساختم با کیفیت بالا به صورت حالا مایع طور که میبینید که به چه شکل هستش. امیدوارم از این سایت بتونید استفاده کنید و نهایت لذت رو ببرید. تا آموزش بعدی روزتون بخیر و خدا نگهدار.